سرخط مهمترین خبرها. راه دوشنبه بدخشان پس از سیل خرابی‌آور دوباره باز شده است. در روسیه سین دعوت به ارتش را تغییر دادند و برنامه 17 ساله حکومت تاجیکستان درباره مهاجران. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان با قرار باشد. برنامه نویدی بامداده است و من فرزان محمدی در خدمت شما هستم. امروز 24 ایول است. راه دوشنبه بدخشان که در حدود ناحیه درواز بر اثر آمدن سیل بسته شده بود دوباره باز شده است. روز 22 ایول آب از رودخانه 5 سر زد و راه دوشنبه بدخشان را موقتا بست. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده به رادیو آزادی گفت سیل از سمت افغانستان بر رود 5 ریخته مجرای آب را اندک دیگر کرد. او گفت راه در دهه سنگیون و شیرگاوه تنها 2 ساعت بسته شد. به گفته سخنگوی کمیته به این منطقه تکنیک سفربر شده مانعه ها برطرف شدند. سیل در گرمای تابستان در تاجیکستان حادثه کم سابقه است. کارشناسان این را پیامد تغییرآبی اقلیم مینامند. در روسیه سین دعوت به ارتش را تغییر دادند. در نظر است که اول سال 2024 جوانان تا سین 30 ساله در روسیه به ارتش جلب شوند. تا این دم تنها جوانان تا سین 27 ساله را به صف ارتش می بردند. بر اساس تغییرات به قانونگذاری روسیه سین پایانی دعوت به ارتش را می‌خواستند از 18 به 21 ساله بالا برند. اما به گفته رئیس کمیته دفاع دومای دولتی روسیه اندری کارتاپولوف سین پایانی دعوت به ارتش این کشور در 18 سالگی بی تغییر مانده می شود. به این ترتیب از سال آینده من بعد جوانان از 18 تا 30 ساله به ارتش روسیه دعوت می شوند. کشورهای غربی میگویند روسیه بعد تجاوز به خاک اوکراین سربازان زیادش را از دست داد و برای ادامه جنگ نیاز به نیروی بیشتر دارد. روز یکشنبه 23 ایول در شهر سنت پتربورگ واخوری الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه بلاروس با همتای روسش ولادیمیر پوتین برگزار شد. این اولین دیدار دو اتفاقچی نزدیک بعد آشوب گروه مزدوری واگنر است که با میانروی لوکاشنکو به انجام رسید. در نواری که رسانه های روسیه نشر کردند لوکاشنکو میگوید گروه واگنر به ما فشار می آورد و میخواهند که ما به آنها اجازه دهیم به کشورهای غربی روند. با آنها گفتم که برای چی به غرب؟ آنها گفتند که میخواهند در ورشاو و ژشوف سیر و گشت کنند. در شهر ژشوف لهستان ایرودروم جایگیر است که کمک های نظامی کشورهای غربی برای اوکراین در آنجا جمع کرده می شوند. اشاره تهدیدآمیز رهبر خودکامه بلاروس ظاهراً به رهبران کشورهای اروپایی است که برای مقابله با تجاوز روسیه به اوکراین کمک میکنند. لوکاشنکو گفت بر اساس توافق با پوتین او مزدوران واگنر را در مرکز بلاروس نگه می‌دارد و آنها را به سرحدهای غربی کوچانده نمی‌تواند زیرا آنها کیفیتی بد دارند. پوتین از سخنان لوکاشنکو درباره سیر و گشت به ورشاو و ژشوف تبسم می‌کرد. حکومت تاجیکستان برنامه کارش در رابطه با مهاجران را برای 17 سال آینده معرفی کرد. گلناره حسنزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی آخر هفته گذشته در همایش گفت پیدا کردن بازارهای نوی کاری برای مهاجران و بالا بردن کسبیت مهاجران از هدفهای اساسی استراتژی مهاجران تا سال 2040 است. وزیر مهنت در این همایش همچنین درباره سفر به کره جنوبی و چند مسئله دیگر صحبت کرد. جزئیات در گزارش امیر ایسایف و اسکندر فیروز. وزیر مهنت، شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان گلناره حسنزاده استراتژی روندهای مهاجرت برای دوره تا سال 2040 را معرفی کرد. با توجه به رویدادهای اخیر ضد اسلامی در روسیه، کارگران مهاجر به طور فزاینده کشورهای اروپایی را در اولویت قرار می‌دهند. در طی سال اخیر مقدار دعوت‌های قبول کننده تا 13 عدد رسیده است. این شوریداری بریتانیای کبیر، ژاپن، پاکستان، عربستان سعودی، آلمان، مجارستان، لاتویا، لیتوا، ترکیه و غیره رسانیده شده. شهناز نادری معاون وزیر مهنت، شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان خبر داد که با توجه به افزایش تعداد کارگران مهاجر تاجیک، نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان تا پایان سال جاری در قزاقستان افتتاح خواهد شد.
این موضوع در حال راه‌اندازی است. برای اجرای این امر وجود راه ارتباطی با امن ضرور است، زیرا از طریق این خط علاقه مشخصات شهروندان تاجیکستان انتقال داده می شود. باید تذکر دهم که توسط این خط نشان ایز انگشت و مشخصات دیگر شهروندان تاجیکستان به خارج کشور انتقال می یابد و این کار را قانونگذاری کشور معین می سازد. برای تامین امنیت خط علاقه همکارانمان از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای فراهم کردن شرایط آن اظهار آمادگی کردند. رحمان الماسف کارشناس مسائل مهاجرت در تاجیکستان میگوید که روسیه دیگر نمیتواند بازار اصلی مهاجران کاری تاجیک باشد. بعد از حادثه‌ای که در مسکو نسبت به مهاجران، نسبت به مسلمانان پیدا شد، این معنای آن را دارد که اکنون جوانان، پیش از همه جوانان نیت مقصدی به روسیه رفتن را از خود دور کرده ایستادند. چون که اون سیاستی که نسبت به مهاجران در روسیه رفته ایستاده است، این به یگان قاعده بین الخلقی راست نمی آید و بدی کار در روسیه در آن است که آنها هیچ خودشون حس نکرده ایستادند که آنها با پای خودشون تیر پرانده ایستادند. مقامات یک راننده جوان را که در پخش و کشتن زنی راهرو با ماشین سبکرفت در حدود ناحیه فردوسی دوشنبه گمان بر میشد بازداشت کردند. ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که عمرجان رجبوف ساکن شهر دوشنبه صبح 23 ایول یک زن راهرو را پخش کرده از جای حادثه فرار کرده است. این زن 54 ساله در جای حادثه به هلاکت رسیده است. نظر پیوندان راننده به این حادثه معلوم نیست، ولی ریاست وزارت کارهای داخلی در خبرش گفته است که عمرجان رجبوف به این زن کمک نرسانده است و از جای حادثه فرار کرده پنهان شده است. دادستان این حادثه را تفتیش دارد. هنوز معلوم نیست که این راننده در کدام حالت زن راهرو را پخش کرده است. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 24 ایول را فرا میگیرد. با قرار بانک مرکزی روسیه از 24 ایول سال 1993 استفاده پولهای شوروی نمونه سال 1961 منع گردید و در قلمرو روسیه اصلاحات پولی جاری شد. 24 میلیارد دانه روبل سوویتی کاغذی از استفاده گرفته شد. این اصلاحات برای آنهایی که از ذخیره‌های کلان پولی خود محروم شدند ضربه دیگری جبران ناپذیر گردید و دولت روسیه هم نتوانست قرب روبل نو خود را قوی تر گرداند. 24 ایول سال 2012 دو روز بعد کشتار گنرال عبدالله نظرов سردار ریاست کمیته امنیتی ملی در خروغ از دوشنبه به مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان نیرو فرستاده شد. در تلاش بازداشت عاملان کشتار نظرов و هم به اصطلاح رهبران نافرمان غیر رسمی بدخشانی مقامات عملیات نظامی را به راه ماندند. از کشته شدن 23 نظامی و 21 ملکی خبر داده به درستی عملیات تاکید کردند، ولی ناظران میگویند محض بعد این حادثه ها احساس نارضایت از دوشنبه در ولایت شرقی تاجیکستان و در مقابل موردهای سرکوب منعقدان بالا گرفت. 24 ایول سال 2021 بر اثر کووید 19 در سن 77 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان سعید علی مأمور درگذشت. مؤلف مجموعه های زورق امید، سوگند، سالگیری، مجموعه شعرها برای کودکان با نام سوزنک، نواهای گلدره، کرچی خربوزه و دیگرها بود. شعرهای الهیده‌اش در مطبوعات ایران و افغانستان بازنشر شده است. سرنوشت او را فاجعه آمیز نامگذاری کردند چون فرزندان و همسرش پیش از او درگذشتند. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 120 سامانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1093 سامانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. اگر نظر و خبری دارید لطفاً در شرح نویسید و ابراز اندیشه نمایید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی azadi.org، آزادی موبی و پیوند آن در همه شبکه‌های اجتماعی پیگیری نمایید. خدا نگهدارتان.